روزتون بخیر بینندگان عزیز آزادی. سرخط خبرهاست که چون معمول در این ساعت از رادیوی آزادی پیشنهادی شما می شود. پیوندان یک جوان تاجیک که از زندان به جنگ اوکراین برده شد او را جستجو دارند. نخستین دیدار و ملاقات دیپلمات‌های بلندپایه روسیه و آمریکا بعد جنگ در اوکراین. در منطقه های روسیه به تحقیق نکاح‌های شبهناک زنان روس با مهاجران شروع کردند و آوازخوان ازبک که برای لباسش 1 ماه از سرایندگی محروم شد وزارت فرهنگ را تنقید کرد. تفصیلات این و خبرهای دیگر در ادامه. برای اولین بار در بیش از 1 سال گذشته دیپلمات‌های بلندپایه روسیه و آمریکا دیدار و گفتگوی کوتاه کردند. ملاقات در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی 20 کشور صنعتی عالم معروف به نام G20 در شهر دهلی نو برگزار شد که در آن تجاوز روسیه به خاک اوکراین در مرکز توجه قرار داشت. به گفته منصبداران آمریکایی ملاقات در راهروهای نشست تخمیناً 10 دقیقه طول کشید و در این صحبت کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن از وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف درخواست کرد که مسکو به مذاکرات سلاح‌های استراتژی نیو استارت برگردد. همچنان بلینکن به لاوروف تاکید کرده است که واشنگتن آماده است تا چند ضرور باشد از اوکراین دستگیری خواهد کرد. تا حال روسیه درباره ملاقات چیزی نگفته است. پیوندان احمدعلی نوروف یک مهاجر زندانی تاجیک که 6 ماه پیش به جنگ اوکراین جلب شده است او را جستجو می‌کنند. احمدعلی 34 ساله که 2 سال پیش با اتهام دست داشتن در فروش مواد مخدر در روسیه زندانی شده بود تیر ماه سال گذشته به جنگ اوکراین جلب شد. پیوندان او در نامه به رادیوی آزادی روز 3 مارس نوشتند که ماه پیش نفری ناشناس زنگ زده خبر داد که احمدعلی در اوکراین کشته شده است و تا حال دیگر نشانی از او را نمی‌یابند. با مراجعت‌های نزدیکانش مقامات و مسئولین زندان‌های روسیه نیز پاسخ ندادند. بنا به اطلاع دریافتی سر از تیر ماه سال گذشته 10 زندانی تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین جلب شدند. تا کنون اسم بیش از 10 زندانی کشته شده رسانه‌ای شده است که جسدهایشان را به خانواده‌هایشان در تاجیکستان سپردند. زندانیان را بیشتر گروه زرخرید واگنر به جنگ جلب می‌کند که آن به یک ثروتمندی نزدیک به پوتین دخل دارد. واگنر زندانیان را با پیشنهاد عفو و آزاد کردن از جوابگری به جنگ اوکراین می‌برد. سال 2022 دادگاه‌های روسیه به طور بی سابقه پرونده‌های مربوط به عضویت در سازمان‌های تندگرا و تروریستی را بررسی کردند. در قیاس به 1 سال پیش بررسی چنین پرونده‌ها 1.5 برابر افزایش یافته است. بنا به گزارش مرکز تحلیلی و اطلاعاتی ساوا شمار چنین پرونده‌ها تا رفت بیشتر می‌شود. سبب هم این است که بعد آغاز جنگ در اوکراین روسیه سازمان‌های زیادی را امسال تروریستی اعلام کرد. سال گذشته در این کشور 264 نفر به عضویت در سازمان‌های ممنوع عیبدار دانسته شدند. تنها در نیم سال اولی سال گذشته 155 نفر با این جرم روانه زندان شدند. به این ترتیب 10 نفر در این سال برای گفتار و عباره‌های افراط‌گرایانه مجازات شدند. در شرح کاربران شبکه‌های اجتماعی گاهی چنین حکم‌ها زیر شبهه گذاشته می‌شوند. در حال حاضر در روسیه فهرستی موادهای افراط‌گرایانه تهیه شده است که در آن متن موسیقی و نوارهای دارای چنین محتوا را وارد کردند. حالا می رویم با خبرهای دیگر. در منطقه های روسیه ظاهراً به تحقیق نکاح‌های قلبکی شهروندان این کشور با مهاجران شروع کردند. در ولایت لیپتسک روسیه نهادهای قدرتی یکجا با اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ازدواج‌های شبهناک زنان روس مخصوصاً با مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان را تفتیش می‌کنند. در این باره دادستانی ولایت خبر داده است. مقامات با همسایه‌های چنین خانواده‌ها هم صحبت شده می‌پرسیدند که آیا این جفت‌ها مالکیت و خواجگی مشترک دارند و یک جا بر رخصتی یا برای خرید به فروشگاه‌ها می‌روند یا نه. اخیراً در پی چنین سنجش‌ها دادگاه ناحیه لوبیرژنی نکاح 3 زن ساکن شهر لیپتسک را با خارجیان قلبکی دانسته بیکار کرد. به اطلاع مقامات سنجش معلوم کرده است که زنان صرف با هدف دریافت درآمد با مهاجران که می‌خواستند با راه آسان شهروندی روسیه را بگیرند عقد نکاح بستند. چند پیش در کالینینگراد روسیه هم ازدواج بیش از 70 جفت را که اکثرش با شهروندان آسیای مرکزی بوده است با گمان قلبکی بودن نکاح‌ها بیکار کردند.
یک تحقیق مقامات در ختلون معلوم کرده است که کشاورزان دنغره تا 1000 تن پخته را در خانه‌هایشان نگهداری می‌کنند. کاهش نرخ پخته سبب شده است که بسیاری از کشاورزان از فروش محصولات خود خودداری کنند. نرخ کم و عامل‌های دیگر به گفته دهقانان زحمت آنها را در میدان‌های پخته ناچیز و کم درآمد کرده است. همکاری ما در ولایت ختلون با کشاورزان صحبت و گزارش خوبی آماده کرده است که آن 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما می شود. آوازخوانی ازبک کنیزه یا شهرزاده احمدوه که برای لباسش 1 ماه از حق آوازخوانی محروم شد، وزارت فرهنگ ازبکستان و شرکت دولتی ازبک کنسرت را تنقید کرده گفته است با وکیل دفاع و خبرنگاران به نزد وزیر می رود. وزارت فرهنگ ازبکستان اخیراً فعالیت این آوازخوان را برای گوی و رفتار غیر اخلاقی یا پوشیدن شیم همرنگ پوست بدنش در یک برآمدش برای 1 ماه منع کرد. بهادر احمدوف معاون وزیر فرهنگ و سیاحی ازبکستان به خبرگزاری دریا گفته است به آوازخوان آگاهی دادند و در صورت اصلاح شدن میتواند کارش را ادامه دهد. و حالا توجه کنید به قربی اسعار که برای امروز 3 مارس بانک ملی تعیین کرده است. 1000 روبل روسی 144 سومانی و 50 درم، 1 دلار آمریکایی 90 سومانی و 43 درم و 1 یورو 11 سومانی و 55 درم مقرر شده است. قربی پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه‌های آزادی و برنامه اخبار پیشنهادی شما می‌کنیم. برنامه 4 ساعت بعد ساعت 19 به وقت دوشنبه نشر خواهد شد. ما شما را انتظار می‌شویم.